معلم چو آمد به ناگه کلاس، سخنهای ناگفته در مغزها به لب نارسیده خاموش شد. معلم ز کار مدام خسته بود، جوان بود و عنفوان شباب، جوانی از او رخت بربسته بود. سکوت کلاس غم‌آلود را صدای درشت معلم شکست. زجاج است احمدک بند دلش به این بیخبر بانگ ناگه شکست. بیا احمدک درس دیروز را بخوان تا ببینم که سعدی چه گفت. ولی احمدک درس ناخوانده بود به جز آنچه دیروز آنجا شنفت. عرق چون شتابان سرشک یتیم به رویش خطوط خجالت نگاشت. عرق چون شتابان سرشک یتیم به رویش خطوط خجالت نگاشت. لباس پر از وصله و ژنده‌اش به روی تن لاغرش لرزه داشت. زبانش به لکنت افتاد، گفت بنی آدم اعضای یکدیگرند. وجودش به یک باره فریاد زد که در آفرینش ز یک گوهرند. وجود و دلش گفت بی اختیار چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. تو که از وای یادش نبود. جهان پیش چشمش سیه جامه شد. نگاهی به سنگینی از روی شرم به پایین بیفکند و خاموش شد. چرا احمدک کودن بیشعور؟ معلم چنین گفت به لحنی گران. نخواندی چنین درس آسان؟ بگوی مگر چیست فرق تو با دیگران؟ خدایا چه میگوید آموزگار؟ نمیداند که در این دیار بود فرق بین دار و ندار؟ بگوید چه فرقی است ما بین او و آن کس که بی حد زر و سیم داشت. به آهستگی احمد بینوا چنین گفت که آنان به دامان مادر خوشند و من بی وجودش نهم سر به خاک. به آنان جز از روی مهر و خوشی نگفته کسی تا کنون یک سخن. ندارند کاری به جز خورد و خواب، به مال پدر تکیه دارند و بس. سخنهای او را معلم برید ولی او سخنهای بسیار داشت. به من چه که مادر ز کف داده ای و یا دستهایت پر از پینه است. به من چه که مادر ز کف داده ای و یا دستهایت پر از پینه است. رود یک نفر پیش ناظم که او به همراه خود یک فلک آورد. احمدک چون این سخن از معلم شنفت
به یادش آمد شعر سعدی و گفت به یادم آمد تحمل خدا را تحمل دمی، تو که از محنت دیگران بیغمی. نشاید که نامد نهند آدمی.